تأکید میکرد الجار و جار و این جاره، همسایه حق همسایگی داره اگر چند جور و ظلم هم بکنه، اگر کم کم بی‌تمیزی هم که کنه حق همسایگی داره. افسوس صد افسوس که این چیزای بین رفته است. پیش یک شرم حیا بود ای همسایه روزی برای اندکور، برای جنجالی سگ پشک، برای جنجالی گودک میخیزن کشتل و کشتل سودبازی و روسیاهی و اوخی همه بزرگان میگن که چون رشته گسه است میتوان بست لیکن به میان گره بماند. همه رشته کند، رشته را اکثر اینا با محکم کردن میشوه. نگه هر وقت دست بیاری همون کوکی زدی که اون همون گره ده تچلی که اومدن میگیره. یک جنگ جنجال شدی هر وقت هم دیگر را دیدی همون جنگ جنجال پیشت میویه با هم دلت سیاه میشوه. دیگه او دوستی و رفیقی پیشینه را برقرار کردن نمیشوه. برای بسیار بسیار اندیشه کنید. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. کسی ایمان به خدا و روز قیامت داره هرگز همسایه‌اش آزار نمیده. راوی حدیث حضرت ابو هریره است، در صحیح بخاری اومده است حدیث. هیچ وقت همسایه‌اش آزار نمیده. شخصی که همسایه‌اش آزار میده او اصلا بگیریم ایمانش ایمانی کامل نیست. در ادب المفرد امام بخاری اومده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه راوی امت اسلامی میگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گروه از صحابه ایستادن گفتند یا رسول الله این فلان، گفتند فلان زن یقوم اللیل و یصوم اليوم، تقوم اليوم و تقوم الليل و تصوم النهار و تصدق و تؤذی جیرانها بلسانها. گفتند فلان زنک یا رسول الله این شب تا سحر عبادت میکنه، همه روز روزه داره، خیرات احساناتش حساب نداره، لیکن یک کمبودی داره که همیشه همسایه‌اش آزار میده، با زبانش حقارت میکنه. حضرت گفت لا خیر فیها هی من اهل النار. گفت یگان خیر نداره، این دوزخی ای، نه قیام شبش فایدهش میکنه نه روزه روز فایدهش میکنه، این دوزخی ای. گفتن و فلانا لا تصلی الا المکتوبه، فلانی گفتن فقط نماز فرضی را میخونه، فقط روزه فرضی را میگیره و تصدقوا باثوار، فقط همین صدقه میکردگیش همین قروت قاق و ولا تؤذی احدا بلسانها، هیچ کس به زبانش آزار نمیده. این همین فقط همین فرض خدا را انجام میده، اما خیر هم کنه یگان قروتک میکنه و نه که هیچ کس آزار نمیده. حضرت گفت هی من اهل الجنه، این زنک جنتی هی، همسایه ای که حق داره. سبحان الله. حضرت امام اعظم ابو حنیفه را در مناقبش اومده است در همین کوفه در همسایگیش یهودی بود. این یهودی ها همین کارای امتری روک بکننده، خاصتا اگر بینن که زیانش به یک مسلمان میرسه خورسخت و اهمیت نمیتن. حاجت خونه را روکی بعد کنده است بروش برداشته است پرشیده ای همین طرف دیواری حضرت امام یک کمی همون شکوفی پیدا کرده است، همون نجاست ها می اومدیم به همون طرف. این حضرت خیلی نجاست هیوخی همونجا یک تقوره را می اومده یک ظرفه بود، از بس که مقصد که روز ببیننش خیلی خجالت بشوه، پیش از نماز فرضی بامداد شبا بعد خفتن همون تقوره پرشیدگی نجاست هم می برده است می پرتفته. یا شب همون خب دم گرفته برده است که یهودی از کجای میوید. میگه حضرت این چیه بوی بزیب دارد؟ میگه نجاست ای تو توالت نداری حضرت؟ میگه دارم. این چیه یگانه؟ این میگه ای توالتی تا ای باورش نمیشوه، میورا نشانش میده که این نگه که همونجا سیرویت کردگی همونجا میگذره. و میگه چند مدت چی دیکار؟ میگه 10 سال. تو 10 سال طاقت کردی نگفتی دعوا نکردی؟ او در هم قاضی هم که اگر مراجعت میکرد اینا مجبور میکردن که حجت خونه تا محکم کن یا جای دیگه بکن. همین 10 سال ده هیچی نگفتی، برای چی؟ میگه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گفته است که همسایه حق همسایگی داره، اگر چند جور هم کنه تو حق همسایگی داری.
همه یهودی میگه اسلام آورد مسلمان شد. سبحان الله. همین رفتار و کردار ما نیک باشه دیگر مردم ببینن همون مسلمان میشوند. نگی بخیزی قطعی همسایه داریم برای اندک کار حقارت دست به گریبان و سیاست اوی کجای جوان مردید میمونه. مردک باید مردک باشه. همین کسی که حق همسایه را میشناسه خداوند حقی او را میشناسه. در کلینین ده اکاو دودار جنجالی دودار اکرا جا نداده است، راه نداده است. راه محکم کرده است گرفته است، او راه نداره. اینجا اینا حاجی علی جان مشتگی علی جانی نمی دوداری حاجی خیردین هایی همین در همسایگیشو زندگی میگیره. این همی دو دستش مردک را اکاو دودار همدیگر را ندادن. دودار در اکا نداده است. همسایه خوب اول میگن همین خشتباری دور خوبه. همسایه خوب همین خشتباری نزدیک هم اگر ناشگرش حقی خشتباری را ندونه خوبه. این گرفته از دو دستش. نمیده جوان مردی میگن مسلمان به همیش زیبندگی داره. ولی در انا کتابه اومده است کتاب شفعه میخورن. اینا در تمام کتابای فقهی هست. در جمله در همین مختصرات القویان هم شفعهش چیه؟ حق همسایگی. اگر مبادا یک آدم خونه‌ش فروختنی شد اینا حاجی خیردین از ذوقش کردی در سنتر خونه بگیره این خونه را فروختنی هست. همسایه‌اش نگو یک بیگانه در همین خونه را فروخت. در صورتی که همسایه‌اش میخواه همین خونه را خریدن به همون نرخ روزی بخره. همسایه حق داره که برای انمو ترگ او را رسترگت کنه و خودش بخرش. لام گفته نمیتونی. ببینه حتی تو نمیخوایی نمه همسایه در بفروشیش. یکون رفیقی بزرگ رو در فروختهش همسایه میزنه میگیره خونه را به همون نرخ. اسلام اینه که حقوق همسایه را برداشته است. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت انا لا يستقيم ایمان احد حتی يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه. ایمان هیچ شخص کامل نمیشود تا زمانی که دلش مستقیم نشود. دل هیچ وقت مستقیم نمیشود مادام که زبان مستقیم نیست. ولا يدخل الجنة احد لا یأمن جاره بوایقه. شخصی که همسایه ها از آزار او خلاص نیستند از دستش آزار میبینن و شکایت میکنن هرگز داخل جنت نمیشود. ولا يدخل الجنه جای او جنت نیست. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان حقیقی شخصی را میگن که مسلمان ها از دست زبانش آزار نمیبینن ای دست زبانش امینن. مسلمان که ای دست زبانت آزار دید وای به حالت که تو مسلمانی حقیقی نیستی. در مسئله حق بسیار احتیاط کنی بچه‌ها. حضرت گفت جبرئیل علیه السلام میگه بار همین قدر به تاکید درباره حق همسایه گپ زد که من گمان کردم که شاید یگان آیت نازل شود و خداوند همسایه را میراثبر همسایه اعلام کنه. توی درجه را همسایه حق داره. همین قدر میگه به تاکید گپ زد که خیال کردم که شاید یگان آیت نازل میشود همسایه دیگه ای بعد حق همسایه را میگیره. این همسایه اگر به شرطی که جوان مرد شای آدم خوب شای او را هم در حقت خوبی میکنه. همین خیلی کم تدین و تدان خیلی تو معامله کردی با هم خیلی معامله کرده میشه. برای سعی کنی همین حق همسایگی را پایمال نکنی. برای یک شاخکی درخت، برای یک جنجالی گودک، برای یک سگ پشک مرغ در حولی دور اومده است خونه سوخته 7 پشت همسایه را حقارت میکنه برای هم مرغ. یه چی جوان مردی میمونه واقعی. اما این مسئله را بسیار احتیاط کنیم بچه‌ها. اسلام قاعده‌های بسیار زیبا و خوشرو داره. همسایه را احترام میکنیم. یک مکتبی امریکا بودم در همون شهری دالاس. در مکتب یک دخترکی نصرانی میخونده است و سبب شپرسیدیم که برای چی جد این تحصیل میکنه که مسلمان نیست. گفتن در همسایگیش یک عائله مسلمان بوده است. همین قدر آداب و اخلاقی نیک او همه حق همسایه را خاله جان، عمه جان، عمک جان، ببی جان همین خیلی مقصد جان قطعی و به یک مقصد احترام قطعیش رفتار میکنن
завқ додааст ҳамин падару модари ҳамин духтарака гирифтиян овардиянаш ки ира мактаби ҳамин амрикоиш бариам фақат факию ёд мегира ягон гапи хуб ҷа ёд намегира мехоҳем ки ҳамин воли ба адаб шавад ана мусулмоно ба ҳамин ифтихор мекунанд ана ҳамин ифтихорай мусулмон ба мусулмон бояд дӯст боша охир ҳамин чи хеле ҳамин шайтанати яҳудам асар мукардааст ки дигар на акав додар ба ҳамдигар созанд на ҳақ ҳамсоя ба ҳамдигар созанд на дигар робитаи хештаборӣ дар байн мондааст на як ҳурмати эҳтироми калону хурд мондааст ҳамин осту оста ҳамин нишонаҳои қиёми қиёматанд агар ҳамин хел ки рафтан гирифт ла тақуму соа илла ало шурури нос қиёмат қоим намешавад магар бар ҳамин бадтарини мардам ана касое ки ҳаққи ҳамсояро намешиносанд ҳаққи хештаборро намешиносанд эҳтироми калон надоранд як маҳаббати ғамхории хурд надоранд мусулмонем бояд мусулмониро исбот кунем ба ҳавло гуфтан даҳан ширӣ намешавад ба ҳамин як алҳамдулилло мусулмонон гуфтан ки мусулмон намешавад ба шарте ки ҳамин шарти қайдоро риоя накунем парвардигор аз ҷамии бало газанду ҳифз мекунад худованд ғайрату ҳиммат момута ки чӣ ҷои ҳаққи ҳамсоя ҳаққи мусулмона поймон накунем мусулмона қадрша бидонем қиматша бидонем ва парвардигор ба даъвоҳои имондорӣ мустақим будана барои он насиб